مقامات ولایت مختار کوهستان بدخشان گفتند در پی تصرف منطقه‌های نزدیک مرزی از سوی طالبان بیش از 1000 پناهنده افغان به قلمرو تاجیکستان فرار کردند. به گفته مقامات این پناهندگان با جای خواب و مواد خوراکواری تامین شده گفتگوها برای دریافت کمک ادامه دارد. در نواری که حکومت ولایت بدخشان روز 7 ایول نشر کرد دیده می شود که پناهندگان در منطقه مرزی هستند و به ماشین ها سوار می شوند. در نوار گفته می شود که تعداد گریزه ها تنها در منطقه تیم شهر خاروق 400 نفر هستند و آنها را بعد 3 روز به جای امن انتقال دادند. غالب نیت بگزاده از سخنگوی رئیس ولایت بدخشان به رادیوی آزادی گفت تعداد عمومی پناهندگان افغان که به تاجیکستان فرار کردند 1037 نفر است. تقدیر من بعد این پناهندگان فعلا ناروشن است. معلوم نیست که آنها دوباره به افغانستان برمیگردند یا در تاجیکستان میمانند. مقامات گفتند پناهندگان در جای امن هستند و به خاطر بی‌خطریشان جای آنها را افشا نمی‌کنند. طبق اطلاع دریافتی رادیوی آزادی بیشتر پناهندگان در شهر خاروق نگهداری می‌شوند. دفتر مطبوعاتی رئیس ولایت بدخشان میگوید یادگار فیض رئیس ولایت روز 6 ایول با نمایندگان کمیسریت عالی سازمان ملل در امور گریزگان و همچنین نمایندگان خدمات آقاخان عاید به مکان زیست ملاقات کرده مسئله گریزگان را بررسی کردند. طبق اطلاع یک منبع موضوع اساسی واخوری دریافت کمک از سازمان ملل برای یاری به پناهندگان افغان می باشد. مسئولین ولایت بدخشان گفتند آنها برای قبول تا 10,000 نفر از پناهندگان آمادگی دیدند. بجز از مقامات اینچنین نمایندگان جامعه شهروندی هم در شبکه‌های اجتماعی از ساکنان دعوت دارند که برای پناهندگان افغان کمک جمع آوری کرده شود. هرچند هستند برخی نفرانی که میگویند باید تاجیکستان در قبول پناهندگان احتیاطکار باشد، چون ممکن است که برخی اعضایان گروه‌های افراطی در نقاب پناهنده وارد تاجیکستان شوند. مقامات به این نظرها هنوز واکنش نکردند. در یک ماه اخیر بیشتر منطقه‌های نزدیک مرزی افغانستان با تاجیکستان به دست گروه طالبان افتادند. هرچند مقامات افغانستان گفتند به زودی این منطقه را از دست این گروه باز پس میگیرند. مولا رجب یوسفی، برات یوسفی، آزادی دوشنبه.